شما عزیزان دلم با یک نکته دیگه از گروه اسمی در خدمت شما هستم. خب اینجا کسی داره که میخوایم با هم رو حلش کنیم. گفته در کدام گزینه هم وابسته پیشین و هم وابسته پسین وجود داره. خب پیشین ها می‌بینید اون هفتایی که تعجب، مبهم، شمارش، اشاره، عالی و اینها. وابسته پسین هم که همین ستایی که حالا میگیم صفت بیانی، مضاف الیه، شمارش و گاهن صفت تفصیلی هم گفتم. خب با همین رو بررسی می‌کنیم. اگر کوه آتش رو باید بسپرن، کوه آتش مضاف الیه یعنی وابسته پسین دارد. اما اینجا ما توی گزینه یک وابسته پیشین نداریم. هیچ کدوم اینا نیستن، نه صفت اشاره، نه تعجب و نه هیچ کدوم اینها. این گزینه حذفه و میره کنار.